فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جناب مولانا بیننده‌ای خواهر بزرگواری پرسیدن که اولین تماسی که داشتیم اگر کسی برای آزمایش خون بره به حال آزمایشگاه و از ایشون خون بگیرن آیا خللی در روزه ایجاد خواهد کرد این کار؟ خون گرفتن به اندازه‌ای که برای یک آزمایش هیچ گونه اشکالی رو در روزه ایجاد نمی‌کنه و روزهشون کاملا درسته.